سلام رفقا، چطورید؟ اومدیم اینجا تو بیابون خدا کنار این دکلای فشار قوی. میخوایم با این تفنگ PCP برسیم به خدمت اون گولیچیا، این گردالیه. نمیدونم چیه، فقط میزنیم توش صدا خوبی میده، خوشم میاد. بریم امتحان کنیم. ببینیم تا چند متر میتونیم بزنیم. کلی از اینا هست تو رامون. ما از همین اول کار استارت میزنیم. اینایی که اینجاست، نمیدونم تو دوربین پیدا یا نه، یه فاصله یاب میزنم ببینیم که میتونیم بزنیم یا نه. حالا حالت زدن چجوری میخوایم مسابقه بدیم. من و خانومم هر کدوممون تیر میزنیم، یعنی به هر گولی که رسیدیم هم من تیر میزنم هم خانومم. هر کی که باخت آخر سر و مثلا چند تا امتیاز منفی گرفت، یعنی منفی تر از اون، مثلا من اگه یه دونه نزنم خانومم 2 تا نزد، 1 کیلومتر جریمه پیاده روی داره یا دویدن. حالا بستگی داره به حاله، ببینیم که اون موقع حال داریم یا نه. ولی 1 کیلومتر میریم، حالا یا دویدن یا پیاده روی. بریم امتحان کنیم ببینیم میتونیم بزنیم یا نه با این تفنگ PCP. 78 متر میتونیم بزنیم؟ بریم بزنیم چیکار میکنیم؟ از همینجا شروع میکنیم. اون بعدی 70 میخوای اینجا نزدیک‌تر برای استارت بزنیم، دومی رو همینجا بگیریم. ها باش. ببینیم اون یکی نزدیک‌تره. اینا 2 تاست. خب 2 تا گولیچیه. خب ببینیم نزدیک‌تره چقدره. اینو میخوام ببینیم. 65 متره. من 2 تا تیر میزنم ببینم 2 تاشو میتونم بزنم یا نه. بعدش تو بزن. خوبه؟ بریم ببینیم چی میشه. ویو رو ببین. ویو رو. به به به. پایینی رو زدی؟ نه دوره رو زدم. 78 متره. حالا بریم نزدیک‌تر هم بزنم. نزدیک خیلی عموده. اوه برفت. اوی 50 این 65 متر نمیدونم چندی بود، 60 از اینکه سخت‌تر بود. اینجوری بودم اصلا دیدی قنداقم نگرفته من به اینجا، ولی خوب خدا رو شکر. داره میپیچه. بگیرش. داره میپیچه. چی پیدا نیست اینجا. صدا دینگش که فکر کنم میاد نمیاد. خیلی باحال بود. این 50 60 متر این که نزدیک‌تر بود سخت‌تر بود چون عمودتر بود، ولی خب تونستم هر دو بزنم. صدا خیلی بدی هم داد. حالا ببینم که خانومم میتونه بزنه یا نه. بعید میدونم بزنم. جا اصلا بالا رو نگاه میکنم سرم گیج میره، احساس میکنم دارم از پشت اون میافتم. آره خیلی بالاست. من یه زاویه نشون بدم، یعنی من تا حالا عمود تیر نزدم. این دیگه عموده. اینجوری باید تیر بزنی. الان اینجا زمینه، من دوربینو گذاشتم رو زمین. اینم گولیچی است. آفرین باریکلا. احسن به خانوم زدش. 78 تا زد. خیلی صدا باحالی داره. صدا انگار یکی زباد لگد زده تو قابلمه. خب اون دوره رو زده. حالا به نزدیک چالشش سخت‌تره. عموده. دقیقاً اینجاست. ببین چی. احسن. اینم زدی. 60 هم زدی. بریم سراغ بعدیا. ببینیم که تو راه بعدی چی گیرم میاد. میتونیم اونو هم بزنیم یا نه. خب بچه‌ها اومدیم گردالی بعدی رسیدیم. سلام. اون آهاشش اینجاست. اصلا پیدا نیست. خب بزنیم چند متره. 159 متر. ببینیم میشه زد یا نه. دورونه بزنم برای این ابو طیاره. این 2 پایانو برداشتیم که بشه بزنیم رو شیشه ماشین. بزنیم خشابا تو. آها. خب وایس این نیسانیه بره که صداش بره. میخوای با هرما بزن کنم این بدنه. نه 160 کجا بود؟ 150 کجا بود؟ اوه زدمش. شنیدی؟ یه صدا خیلی کمی اومد. آره بینگ اینجوری بینگ. خیلی باحال بود. بینگ. بو از چه فاصله بیا. اینو بیارم. میدونی چجوری گرفتم؟ میلات سیاه بگیر روش. خب یه ذره بیار راست، چون باد خیلی شدید از راست به چپ میاد، اون وقت میخوره. گرفتید شد؟ خب حالا اون میکروفون همون بیرون بردار که باد بردش. نه بابا اینو باد نمیبره، بذار باشه دیگه شما ببخشید صدامون با باده، چون ترکیب این میکروفون با اون میکروفون میندازه روی لاین و یه لاین ضبط میشه.
و الان اونم از نویزگیر در آوردیم که صدا اونو بگیرن. نمیدونم گرفت یا نه. یه صدا بینگ قابلمه طور قشنگ اومد. بیشتری ضبط کرده. حالا تو میتونی اینجا بزنی، فکر کنم در وا کنی بزنی. خب بذار من بیام اونور بشینم. خب بیا اینور جامن بشین و بزن. بزن ببینم جامن آقا جابجا کردیم ما. خانم اومده جان راننده نشست. پیداش کردی؟ نه. ملت سی روش بزن میگه راستش. راستش. این چپه. جوری؟ آره رو خودش بگیر. وای چون دستم داشت می‌لرزید بدجور. زدش 160 تا زدی. آفرین. البته این گولیچی هم همچین کوچولو مچولو نیست. خودمون میدونیم چقدر اندازش واقعیش هم میدونیم. و فیلم نصبش اینا هم دیدیم که این برقکارا میرن بالا نصب میکنن. اندازش بزرگه ولی خب خوبه تو این بادا تو این هوا و تو ماشین تو این دخم ماشین زدیم خوبه. این انصافا قابل قبوله. خیلی قابل قبوله. آفرین زدش. بریم سراغ گومبولی بعدی. بگیرین از خب دوباره اونور بیا جا شگرد بشین. ای توف تو پیکان که هیچ جا نداره. توف تو پیکان. ما هم با ابو طیاره ترین درازترین تفنگ ممکن داریم تیر میزنیم. 1 متر و 24 سانته. عرض پیکان 1 متر و 28 سانته. دقت کردی؟ ببین این و از اینجا پیداست. نگاه ببین کمربند کجاست. این لوله الان خورده تو شیشه سمت شاگرد. این قنداق هم نگاه کجاست. فکر میکنم که جفتمون بریم 1 کیلومتر از بدویم بهتره تا اینکه این فیلم رو بخوایم ادامه بدیم. تا تو ماشین بخوایم تیر بزنیم تو این ابو طیاره. خب بریم برای بعدی. این چالش هم موافقه. دوتامون زدیم. چرا زدی آخه؟ من گفتم نمیزنی. 160 متر بود. باحاله. خیلی جای قشنگه اینجا در کوههای بین داران و علی گودرز. لابلای این کوهها توی دشت همه جان سبز ماشاءالله. نه الان ببین اینجا رو ببین خدا وکیلی کوها همه سبزه. نزدیک همونجاستی که سر قبلی فیلم گرفتیم. کجا ما فیلم گرفتیم؟ 125 نوشابه. آره نوشابه تقریبا نزدیک همونجاست. بچه‌ها اومدیم سر گومبولی گردالی بعدی. اوناهشش از پیدا نیست. این تیر علاوه اصلا پیدا نیست. این تیر برقه. خب دکل برقه. این بالا اینجا خب 2 تا گومبولیه. الان ما لب پرتگاه هم هستیم. این پایین این بعد از اینجا پرتگاهه. به اون سمت پایین حالت گردنه داره. خیلی جای باحالی هم هست. خب یه فاصله یاب بزنیم ببینیم چند متر دی. خیلی زیاده تا اونجا. ایناشه. آره این 2 تا گردلی هن. این تیر برقصی گفتن. یا علی از درست پیدا نیست. دستم دوری میلرزه. انقدر باید بزنیم تا بگیره. 382 متر. یا حسین اینوریه چی؟ 370 متر اینوریه. این یکی رو ببینیم میتونیم بزنیم یا نه میتونیم؟ نه آخه صفرش هم اصلا نمیدونیم کجاست. 370 راست میگی. 370 خیلیه پسر. 200 میدونی صفرش کجاست. 300 که نمیدونی. تازه این 400 دیگه. این 400 بابا داره بادم میاد. ما تو 200 تو باد نتونستیم بزنیم. اون لنگ هم زدیم 160 بود. خب اون بزرگتره. چی؟ اون بزرگتره بادم الان کمه. نه همچین کم نیست. این علفه رو نگاه کن داره علفه رو میکنه با. نه علفه من که 10 سانته داره میکندش. داره اونا رو تکون میده. ما میخوایم بزنیمشیم ولی کن بریم یه جا دیگه. 370 زیاده. دم غروبه نه؟ خب الان 2 تا دونه پیدا کردیم. یکی اینه خیلی نزدیکه بزنیمش حال میده. مثل چیان داره باد میاد. منو داره باد میبره. علفه رو نگاه خدا وکیلی. خب یکی هم اونجاست. ببین من اینجا خب این اونجاست کاملا عمود و یه ذره به چپ منه. ببین میتونیم بزنیم یا نه. ببین اول تا اون چنده؟ 105 متره.
خب ولی عمودش 80 تا، یعنی 105 متر تا اونجا. خب ولی 80 تا رو باید بگیریم. 80 بود بالایی زده بود. اون فاصله افق، یعنی اگه اونو ما در زاویه افقی و خط مستقیم ببینیم میشه 80 متر، ولی چون اینجا شیب داره، شیبش رو که حذف بکنیم میشه 80 تا، ولی شیب داره میشه 105 تا. پس ما باید 80 متر حساب بکنیم و میندات برای 80 متر بگیریم. این نکتهشه. این نزدیکه این گلیچیه اینجا رو هم ببینم چند تاست. اینم 52 تاست. ما همین دوتا رو تو این باد بزنیم زحمت کشیدیم. ببینیم کی میتونه بزنه کی نمیتونه بزنه. اون که خیلی سخته، اون خیلی عموده و عجیب غریب سخته. تفنگ اصلا باید بخوابیم کف زمین رو عمودی بگیریم. چالش عجیبیه. ببینیم میتونیم بزنیم یا نه. خب بچه‌ها بریم 50 رو بزنیم. 50 رو بگیر. یا علی این 50 نمیدونم دیگه صداش میاد تو این باد یا نه. نه بعیده. حالا بریم اون یکی رو بزنیم. یا علی منو بگی. بعد اینجوری بزنیم. بخوابی کف اینجا. بعد اینو در بیاریم. بخوابی نمیشه. این میاره تو چشم. اینو چی میگن؟ یه ریتیکل نمیتونم بگیرم. خب من دوربین در آوردیم. من اونو زدم. ببینم خانم هم میتونه بزنه یا نه. اول من یکی بزنمش. یا ابوالفضل. اینجا رو نگاه پسر. من هم سردست بزنی هم عموده. وای نخور. نخور. خیلی سخته. آره نخور. یکی دیگه میزنم ببینم اصلا میشه زد یا نه. یکی رو 100 بگیر. باید تکون میده. باید اصلا تفنگ اینجوری میکنه. ولش کن. وای وای وای. چه چالشی بود ما رفتیم. مگه دنده‌مو میخوری؟ سگ نمیاد اینجا. سگ رو تازیانه بزنی تو این باد نمیاد. خورداده. من یخ کردم. باید برم کافشن بپوشم ولی کافشن نیاوردم. بگید خب نه میتونی بزنیش یا نه. نتونستی که. پنجره نتونستی. دیدی چه باد میاد تفنگ اینجوری میکنه. آره تفنگ تکون میخوره. آره باد میاد تفنگ اینجوری. بیا یه دونه دیگه من بزنم. میرقصه. بزن بریم میتونه. اگه اینو نتونسته تو باید بری. چون من نتونستم. تو باید 1 کیلومتر بادایی. ببینم چیکار میکنی. زدیش. آفرین. حالا ببینم اونم میتونی بزنی یا نه. اصلا نمیتونم. من اونجوری تفنگو دستم میگم سنگینه. قبول داری باختی دیگه نه؟ باشه اوکی بریم 1 کیلومتر بودیم. حالا الان که شبه فردا صبح شب. نه الان سگ بیرون نمیاد. ما الان نمیدونیم. ما الان از مریخ اومدیم که الان اومدیم بیرون. الان من یخ کردم. دستام یخه. تو خورداد. کجاست اینجا؟ ارتفاع گوگل میدونی اینجا ارتفاعش چند زده بود؟ 3000. بگیر تا برات بیارم. ما این گردنه الان گوگل اینجا رو زده 2800 متر بالاتر از سطح دریا. اگه این ویدیو دوست داشتید لایکش کنید و کانال بغلی‌ها رو هم سابسکرایب کنید. خداحافظ تا ویدیوهای احمقانه بعد. خداحافظ. گو خوبه. اون پنجایی که خانمم نظر با لیزر میشه زدش؟ زدمش با لیزر. چه حالی میده با لیزر اینجا. اومدیم باغ که چالش تنبیه این که این گولیچی ها رو نزدیم. بریم. من به حسابت میرسم. خب به حسابت میرسم. ببین این تیر برق نه. بعدیش نه 3 تا. این 4میه. این دور است. این 4میه. 216 متره تا 4میه. تا همون 4میه برو و برگرد. برو 1 2 3 4 5 6. مامانی کجا رفت؟ کجا رفت؟ رفت که تنبیه بشه. میگه نه. آره رفت که تنبیه بشه دفعه بعدی خوب تیر بزنه. میگه نه. آره داره میادش. داره میاد. بادو قبول نیست. باید بادایی. بادو تازه 400 تاش کردیم. 420 مترش کردیم.
آخر سر میدهی ایزاره. آفرین، این چالش با موفقیت پاس شد. احسن بر شما بانوی ایرانی. نظر در مورد این چالش چیه؟ رسیدم اونجا از خستگی همینجوری افتادم. افتاد یه خستگی خوره دوباره اومدی اینجا. آره؟ آب دهنم دیگه نمیتونم قورت بدم. ببین آب بخور. این چای آبه. بریم اینجا آب بخور حالا جا بیا. آب بردم از خونه.